شما هر چیم که بگی از نظرم موجودات فضایی وجود داره. خب اگه بودن خب کوشن آرش. میگی وجود داره، خب نظر تو دمتون میگم، ولی خب کوشن. چون شما نمیبینی شون دلیل نمیشه که وجود نداشته باشن. ما میلیاردها ستاره داریم، میلیاردها سیاره داریم. خب حداقل 1000 تاش منطقتی رو دیگه باور میکنه دیگه که حداقل 1000 تاش که عددی هم نیست مثل زمین باشه. 1000 تاش. خب حالا اما اصلا دلیلی هم نداره که مثل داخل کارتون ها مثلا یه آدم گنده سبز باشن با کله های گنده. دلیلی هم نداره که اینجوری باشن. خب اگه باشن خب نه اصلا بحثش این نیست. ببین نگاه کن، خب اصلا اگه باشن نباید با ما ارتباط بگیرن، مثل ما که داریم سعی میکنیم با بقیه ارتباط بگیریم، داریم سعی میکنیم که بخوایم مثلا یه حیات پیدا بکنیم فلان این حرف، اونا نباید با ما ارتباط بگیرن. اونا چرا باید با ما ارتباط بگیرن؟ چون نکته ترسناکش دقیقا اینه. چی؟ نزدیکترین دی ان ای به ما میدونی چه موجودیه؟ فکر کنم میمونا دیگه. بله، شامپانزه ها. خب شامپانزه ها فقط 1.2% دی ان ایشون با ما فرق داره. اما همین بله کلن 1.2%. اما همین 1.2% باعث شدش که ما شهر بسازیم، خونه بسازیم، خب ماشین بسازیم، ربات بسازیم، خب گوشی بسازیم، درست، کامپیوتر بسازیم. خب حالا فرض کن یکی همین 1.2% از ما بالاتر باشه، ما براش مثل شامپانزه میمونیم. راستی که به این نکته توجه نکرده بودم. ما براش مثل شامپانزه میمونیم. چرا خب باید با ما ارتباط بگیره؟ راستی از این زاویه واقعا بهش دقت نکرده بودم. راست میگی، چه جالب. مرسی پسر.